من همین خیلی کار میکنم. هر روز استانداردها ساختگی من برای حیاتم، استانداردهای ساختگی که برای من یاردم میکنن. هر روز من 1 ساعت قرآن میخونم. هر روز چندین سال شد. دائما هر پگاه روزه 1 ساعت قرآن، نیم ساعت ذکر نام خداوند. چی با که روحانه من خودم باید تربیت کنم، عقلم پر کنم. از بالای خود کار کردن در کار، عمل کردن در کار. 25 تا امر خداوند است برای کردن قرآن و 25 تا منع کردگی گفتگی запрет. اینا همش هر روز کردن در کار. دوم، هر روز من 1 ساعت کتاب میخوانم برای عقلم زیاد کردن. همون عادت شده میرود. اول به مشکلای، اول به خوشتون نمیبیاد، اول به میخواید که تلویزیون رو تماشا کنید، اول به سریال ها، این یارو رفیقا، جور بازی ها و میگوید ایسون رو و مشای میکند. شما باید که قرار کنید و سپراتیویت کنید، نروید، پس مقصدتون روید. هر روز 1 ساعت کتاب خواندن. هر روز 3 تا упражнение برای ورزش به کم که باشد. 100 تا приседания، 100 تا انجمانی. просто هر روز اگر شما همین просто спокойно کنید 100 تا پرس، نه که هر روز کنید، شما میبینید بعد از چند وقت حیات تماما دیگر خیلی میشه. نه که استاندارد است عادت میشه. اقلا هر روز 1 سومانی خیرات کردن، هر روز همین شما به عادت شود. یا که هر روز 1 کار نیک کردن. من هر روز عائلم 1 گپ خوش میزنم. هر روز اقلا بیگاهی به من مینویسم همین روز چیکار من کردن توانستم برای آخرتم. انا کن هر روز از 10 تا 20 تا задача решат кардан камаш ба. ҳар рӯз аз 10 تا 50 та звонок кардан. ҳамин стандартҳои ман худам ба сохтам. аста ҳавои ман ба ёрдам кард. баъзе рӯз бисёртар, баъзе рӯз камтар. аста ҳамин чӣ тарзи ҳаёт шуд барои ман. агар шумо қарздор боше, шумо бояд ки ҳар моҳ 20% даромадатон ҳамона. ман доимо дода қарзатона кам кардан. این аста به شما عادت می شود. عادت میشه. از من سخن بعضا وقت ممکن که سخنای بد دارید، زبانتون عادت کردگی است از سخن بد دست کشیدن. هر سال اقلا 2 تا هنر یاد گرفتن. هر سال یا که 1 تا زبان آموختن، یا که 1 چیز، 1 دولتی نو رفتن. عادت کنید طرز زندگی خوب، طرز زندگی مردم ثروتمند خطی. وقتی که من ثروتمند میگم فقط پولدارا نمیگم. برای این گفتگوهای من برای که شما همه هر روز 1 ساعت کتاب خونید پول بسیار در کار نیست که. برای همون اول شما شخصیتتون به کار میکنید. دائما خاطر نبرید که انسان اول صاحب علم میشد، انسان اول با عقل میشد، بعد موفق میشد.